ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорон ҳамешагии барномаҳои телевизиони варзиш. Ин барномаи дастаи урзуҳо аст ва дар барномаи имрӯза мо дар бораи беҳтарин футболбозони даври шашуми Лигаи чемпионҳо суҳбат хоҳем кард. Ман Гулрӯз Хунозарзода ҳастам ва ҳамроҳ бо ман дар студияи марказии телевизиони варзиш ҳамкасбонам Бобо Холмуодзода ва Имонбек Шотибекзод қарор доранд. Хуб, хуш омадед ба барнома. 18 бозӣ дар 2 рӯз баргузор шуданд дар даври шашуми Лигаи чемпионҳо ва 11 бозигаре ки бо фарзияи барномаи мо беҳтарин буданд, мо онҳоро айни замон пешкаши шумо мегардонем ва марҳамат дар экран айни замон метавонед шумо 11 бозигаре ки интихоб кардем мутаваҷҷеҳ бигардед. Дарвозабон Алисон Бекер, футболбозони хатти дифоаш Шаф Ҳакими, Кальюлио, Гати, Нуно Мендеш, ними могарон Беллингем, Энзо Мио ва ҳамчунин Майкл Олисе, Винисиус, Ферран Торрес ва Букайо Сака футболбозони хатти ҳуҷум ҳастанд. Самурабӣ Карло Анчелотти ва бо 3 нафари дигар дар ҳайати захиравӣ қарор доранд. Вобаста ба ҳар як бозигар, вобаста ба ҳар як мавқеъ кам суҳбат мекунем ва оғоз мекунем аз дарвозабон ки мо интихоб кардем Алисон Бекерро. дастаи Ливерпул бо Жирона бозӣ дошт. Жирона аслан дар рафти мавсими ҷории Лига чемпионҳо худро хуб нишон намедиҳад, вале дар ҳамин рақобат мо мушоҳида кардем ки дастаи мазкур хеле хуб ба ҳуҷумҳо мегузашт ва Алисон Бекер маҷбур шуд то дар чанд фурсат ба бозӣ ҳам гем бипардозад ва ҳунари худро нишон диҳад. Чӣ назар доред нисбат ба интихоби Алисон Бекер? میدانستم که بابا با من نگاه میکند، یعنی که من باید اول گپ زنم. برای همین میخواستم که امروز از اولی برنامه ناراضگی را سر کنم. آلیسون بکر البته که نفر ارزنده است، ولی که به نظر من دو کسی دیگر میتوانند که در حیات رمزی بهترین های دور ششم قرار بگیرند. دروازه‌بان بالونیا لوکاس اسکاروپسکی که مقابل بنفیکا اولی بازی کرد، ببینید 15 ضربه داشت بنفیکا و 5 ضربه مستقیم، ولیکن گل به دروازه سر نداد بالونیا. و همچنین واریانت بهتر از این دروازه‌بان دسته برست فرانسه ببینید بسیار عالی بازی میکند. تا باخت از بارسلونا برست عموما در لیگ چمپیون‌ها در موسم نخست لیگ چمپیون‌های خویش در میان بهترین قرار داشته بود و یک هنگامه سازی هم میکرد و در خود همین بازی ضد پی اس وی هم این دروازه‌بان اولی بازی کرد و هم سیوی بسیار خوب داشت. و اگر در قیاس کنیم ما حریف لیورپول در چه سطح قرار دارد در موسم جاری، البته این ژیرونا است که موسم قبلی بود، ببینید از روی این اگر ما قیاس کنیم حریف دسته فرانسوی و حریف بالونیا قوی‌تر از ژیرونا بودند، چه از روی جایگیری در جدول و چه از روی حالت نتیجه آنها. بله، در مورد واریانت دوم ایمونبک من واقعا همراضی هستم. مارکو بیزوت دروازه‌بان دسته برست که از 18 ضربه که تیم پی اس وی انجام داد و البته قریب نصفش ضربه‌های راست بودند و 5-6 سیوی بسیار عالی کرد این دروازه‌بان و توانست دروازه برست را از گل ایمن نگه دارد. من بازی ژیرونا و خوب لیورپول را شروع کردم. خب این بازی اولی آلیسون بکر بود بعد از ماه اکتبر که اسب گرفته بود. به هر صورت ما نمیگیم آلیسون بکر برتر بود، او بهتر بود، اما نظر به آلیسون بکر حتی دروازه‌بان ژیرونا بهتر بود. دروازه‌بان ژیرونا خیلی فعال بود در حمله‌های دسته لیورپول، ولی به هر صورت من اگر مثلا اینجا پرسند که کدام دروازه‌بان بهتر در این دور، یکم شک شده دروازه‌بان برست رو نام میگیرم. بله. ولی پرسیدن‌های ما این چیزا تغییر نمیده. برای کی مردک خودش انتخاب میکنه چون رفته آلیسون انانه تبدیل یافته است. آلیسون بکر البته برگشت و باید با مخلصان با یادشان میآوردیم که چون این دروازه‌بان در لیورپول تو هنوز هم است و او برگشت در اولین بازیش بعد از برگشتنش ولی اینو بازی فراموش نمیشود. باید که به همین سیف کوگر دهخان به همین برجاماندگان کم کم اهمیت داد که اگر در چنین رمزها دورها جایگیر نشن دیگر اینا به پلی آف ها نمیروند و یگان جای دیگر هم نمیروند که دومان در یگان جای اینها رو دیگر نمیبینیم. بله. خوب میگذاریم اکنون با فوتبالبازانی که در خط دفاع قرار دارند. از کنار چپ خط دفاع انتخاب کردیم دفاعگر دسته پاریس سن ژرمن نونو مندش را. من بسیار حیرانم که چرا ما از همین بازیگر ردبول زالزبورگی که همه او را میبرند به قولی در لیگ چمپیون ها و هرچند که برای پی اس جی پیروزی چون ها با او ضرور بود برای نرفتن به حلقه در منطقه حذفی قرار دارد، ولی برای امکان پیدا کردن برای رفتن به پلی آف. ولی ببینید زالزبورگ حریفی نیست که ما بازیگران پی اس جی را در بازی با آن تعریف توصیف کنیم. ببینید نونو مندش هرچند که خدمت‌های بزرگ کرده بود ولی در برابر او خود دفاعگر کناری لیورپول رو میتوانیم بیشتر تعریف توصیف کنیم. خود رابرتسون هم میتواند جای رو به پرگی عوض کند. ببینید اگر که پاریس با باوریا بازی میکرد
میتوانستید 11 بازیگر پاریژ را در صورت پیروزی البته جا دهید، ولی در صورت رقابت PSG با زالزبورگ این بسیار در حالت نابرابری بزرگ قرار دارد. و یگانه بازیگری که از PSG در هیئت رمزی ارزنده شامل بود این همون اشرف حکیمی که هست امروز در هیئت رمزی، چونکی در بازی PSG سهمی اشرف حکیمی خیلی و خیلی کلان هم بود. ولی باز هم با گفته‌های ایمانبگ من راضی هستم که مثلا RB زالزبورگ رو مثلا دیل خوب میتواند حالا در لیگ چمپیون‌ها شکست بدهد. اگر خطا نکنم در زینه اخیر است. در زینه اخیر یانگ بویز قرار دارد با اسلاوی براتیسلاوا. به هر صورت در قطار نتیجه پاس دارند در قطار تیم‌هایی که عموما شانسی برآمدن حتی با بازی رفت و برگشت ندارند، ولی به هر صورت وریانت‌ها کی بوده میتوانند ارزنده. مثلا روبرتسون رو گفتیم، ولی اگر با بازی لیورپول متوجه شویم نتیجه ارزنده مثال یا پاسی گل‌آور یا مثلا شمار زیادی پاس‌های دقیق از جانب روبرتسون هم نبود. برای مثال مندش گل زد، یگان نفر دیگر از کناریو ما اصلا تکیه میکنیم به عمل نتیجه بخش یا گل یا پاس گلی، ولی ما در بسیار حالت‌ها با کارهایی که برای برهم دادن هجوم انجام داده شدن اون چیزا رو ما فراموش میکنیم. به این چیز هم توجه کردم در کار. اگر که مثال حساب کتاب این خیال کنیم در لیل هم بودن نفرانی که میتوانستند این رو پرایواز کنند. خودی برست هم که اینقدر بازی پرفشاری بنفیکا داشت، یعنی که قوی بوده توانست در برابر خدمت‌های بیزات گل سر نداد. گل سر ندادن در بازی معنی بازی خوبی در دفاعگران رو هم دارد. بله. ولی در مجموع البته از نگاه اون که کدام از دفاعگران کنار چپ نام خود رو گویم که موندن و بسیارتر در مرکز توجه قرار گرفتن، این مزنون و مندش بود که امورو هم از این چیز میگن توبرابویو خوب به هجوم گذاشتن و حرکت‌ها در چارچوب میدان رقیب در نزدیکی جریمه و گل. البته که فکر دارم اینجا نفران ارزنده هم بودن، ولی نونو مندش اون نفری بود که از دیگران خود رو بهتر نشان داد و برای همینم او در همین کنار جا گرفت. خوب اکنون دو دفاعگر مرکزی که ما انتخاب کردیم هر دو از دسته یوونتوس هستند. خوب گاتی و کالیولیو. خب اگر در عموم بازی رو بگیریم واقعا هم غیر از شاید بازیگران خط دفاعی یوونتوس دیگر نفر رو هم شامل کردن شاید کمی بحثا به میان میاد، چون که ببینید نوباس از اون که منچستر سیتی در یک حالت بسیار بد قرار دارد ولی حمله هایش خیلی زیاد بودن جانبی دروازه و اگر بگیم یکتوزی منچستر سیتی در میدان بود خطا نمیکنیم و ما با شرافتی استوار بودن فوتبالبازان خط دفاع البته اونها با هیئت رمزی شامل شدند، ولی باز مثلا اینجا دو نفر بازیگر یوونتوس در برابر این مثلا من فکر دیگر هم دارم. نه درست، مثلا می توانستیم یک بازیگر یوونتوس رو شامل کنیم و این چیز من بسیار مایلم به همین اندیشه. ببینید کلولو رو هم تعریف کرد، آدمای تنبل ترین هم تعریف کردن که زید خالن چگونه او را نفس کشیدت نتوانست، ولیکن میشد که به جای گاتیم و آنتونیو رودیگر رو جای میدادیم. ببینید اتلانتا دسته قوی بود و ما بسیار خطران بودند که اتلانتا میتواند باخت چهارم پیام رو برای ریال مادرید یعنی که سازمان داد، ولی ببینید هرچند که دو گل ورود دروازه ریال مادرید شد بر زمین رودیگر بازی بد نداشت و میتواند که جای گاتی رو مثلا بگیرد. ولی بر صورت دستایی که خیلی گل سر ندادن خیلی کم بودن در رفت رقابت، در رفت همین دور ششم و گاتی و کالیولو رو به اون خاطر یک جا انتخاب کردیم که این دو نفر یک جا واقعا هماهنگ بر مقابل حمله سرشماری که منچستر سیتی داشت از عهده اونها برآمدن و خود کالیولو البته رقابت یک به یک او با ایرلینگ باعث بر آن شد که ایرلینگ تنها 5 مرتبه به توپ برسد و عموما یگان مرتبه کالیولو رو فریب دادن نتوانست این فوتبالباز، یگان بر پاس دقیق هم نداد و عموما بعضی‌ها تو گفتن که به میدان وارد شدن ایرلینگ بی‌فایده بود، چون کالیولو و گاتی بر مقابل او و دیگر فوتبالبازان خط حمله دسته سیتی به یگان مشکلی بازی کردن توانستند. خوب گاتی و کالیولو فوتبالبازان خط دفاع مرکز و اکنون می‌گذاریم با کنار رست. در کنار رست خط دفاع مثلا دو نفر در بین دو نفر ما باید انتخاب میکردیم، یکی نوردی موکیلی دفاعگر همین طرف در دسته بایر که یگانه گل رو به دروازه اینتر زد و من در کنار خود خیلی فعال بود و اشرف حکیمی. در نهایت انتخاب کردیم از اشرف حکیمی رو. دیگر نفران ارزنده در همین کنار من در این دور نبودن. بله درست است، اما مثلا وابسته به نتیجه بازی بایر که ببینید کی رو شکست داد تیم اینتر دسته که به دروازه‌اش تا حال گل سر نداده بود. ببینید این چیز بسیار عامل خیلی کلیدی است و او گل نخست خود را زد و گل بسیار مهمترین. من بفکرم اگر که به طرفدار و اندک آواز بسیارتر میشد خطا نمیشد عموما. اون کس ما رو به قول اخرات هم نمیکرد که زیاد هم نمیزد. بله واقعا هم وابسته به نتیجه بازی بایر و مثلا اینتر
گلی که او زد بله اگر اشرف حکیمی مثلا برابری دستای حریف بله لیکن من فکر میکنم بازیگر بایر بالاتر میشه. بله یعنی مهمیت بازی اینجا به نظر گرفته می شود و همچنین در سطح یک خلاف قرار داشتن هر دو رقیبان ببینید اینتر و بایر هر دو دسته توپ مثال ولیکن پی اس جی و زالزبورگ این خیلی برابری عموما برابر است. بله اما به هر صورت البته باید گفت که پاریس سن ژرمن هم در موسم جاری اونقدر دسته خوب در لیگ چمپیون ها نیست که با مشکلی روبرو است و اشرف حکیمی با بازی‌های خود با حرکت‌های خود به خط هجوم بازیگر مهمترین بود که نتیجه آورد با دسته پاریس سن ژرمن در این رقابتی که غلبه کردن برای پی اس جی خیلی مهم بود تا اونها باوری رو به خود برگردانند و از این نگاه البته بازیگر مذکور در هیئت رمزی جای خود را پیدا کرد. در هیئت رمزی که البته ما اینجا انتخاب کرده ایستادیم و اکنون می توانیم ما به فوتبالبازان خط نیم حمایه گذاریم. در خط نیم حمایه مرکز اینجا انتخاب کرده شدن 3 نفری که اصلا همه اونها مایل به خط حمله هستند، یعنی یک نفر نیست که بسیارتر توجه به خط دفاع داشته باشد، بسیارتر توجه به حمله است و اینجا ما انتخاب کردیم در خط نیم حمایه مرکز جود بلینگهم رو، نفری اولی که در مرکز قرار دارد، بازیگری که در رقابت با آتالانتا باز توانست در سطح اولی برآمد کند. به نظرم یکی از نیم مفیزتگرانی که در همین دور ششم خیلی خوب درخشید این جود بلینگهم بودن. فوتبالبازان دیگر که بسیار نتیجه های بلند داشتند، مثال سهمشون خیلی کلان بود در موفقیت دسته‌هایی که موفق شدن در دور ششم، ولی نقش جود بلینگهم به نظرم خیلی و خیلی بزرگ، چون که اگر تصور کنید مهارت اولی او نمیشد شاید ریال مادرید حتی بروقتر از آتالانتا ناکام میشد در همین بازی و باز یک شرمندگی دیگر ریال مادرید در همینجا پیام میگرده. باز گپی بیشتر میزدیم در مورد به قول جنبه منفی ریال مادرید و مخلصان آنها باز به سرمون میریختن. این چیز البته پیشگویی میشد، ولیکن ببینید نقش کلیدی بازیدن زیدی دسته یکی از دسته قوی ترین صدرنشین سری آ بسیار هم خدمت بزرگ است و اگر مشاهده کنیم و بیلینگهم 2 ماه اخیر میشود که اقلا 1 ماه اخیر بسیار هم به بازی خود برگشته است، گل میزند، اسیست میکنه، بسیار منفعت بخش خود را اثبات میکند و در اینجا بفکرم ما بار اولین با همین رمز انتخاب کرده خود پورا راضیم، دیگر شانس هم نداریم. خب در طرف دست چپ بلینگهم همچون نیم حمایه‌گر مرکزی طرف چپ انتخاب کرده مایکل اولیسه را از دسته باواریا که فوتبالباز مذکور اومد بعد از آن که از کریستال پالاس به باواریا گذشت در حال به یک چهره اساسی در دسته شهر میونخن تبدیل یافت. چه نظر دارید؟ من فکر میکنم اینجا باز یک فاکتوری که نگاه میکنیم حریف باواریا کی بود، اینجا البته میشود به نفران دیگر هم امکانیات پیدا داد، ولیکن لیس واقعا هم چی در بوندسلیگا و چی در لیگ چمپیون‌ها برای دسته کمپانی خدمتی خاصه میکند و باواریا هم از جمله نتیجه 100% در خلاص به بارسلونا و دیگران که ندارد برای او هم رسیدن به پیروزی در چنین بازی بزرگی مهم بود و الیسی هم یکی از نفرهایی که خدمت مثبت کرده بود میتواند در میان 11 گانه بهترین خود را جای دهد. و یگانه وریانتی که من دارم در موقع این باز هم بازیگری باواریا جمال موسیالا است، چون که نتیجه موسیالا در بازی مقابل شختار خیلی بلند بود در برابر مایکل اولیسه و فکر میکنم البته انتخاب خوب است ولی باز جمال موسیالا هم مهارتش خیلی بلند در موفقیت تیم باواریا. بله ولی از باواریا البته یک نفر در همین کنار در همین موقع با انتخاب کرده میشد، یا موسیالا یا مایکل اولیسه که البته انتخاب کرده شد مایکل اولیسه با نظر داشت که چگونه او توانست نتیجه آور باشد، مالای نتیجه بخش رو بیشتر به نامش ثبت کرد. و در طرف راست یعنی همچون نیم حمایه‌گر طرف خوب نیم حمایه‌گر مرکزی طرف راست انتخاب کردیم انسو میو رو، بازیگری که شاید با دایره زیادی مخلصان فوتبال ناشناس باشد ولی در همین دور لیگ چمپیون ها او واقعا هم در سطح اولی بازی کرد و خود را خیلی خوب نشان داد انسو میو. بله انسو میو یک گل زد و یک پاسی گل‌آور انجام داد، اما همدسته او فابیان ریدر یکی از بهترین بازیگران در همین رقابت بود که 3 پاسی گل‌آور انجام داد. فکر میکنم خب به هر صورت نظری من آن است که فابیان ریدر اگر در این موقع جای داده میشد باز خوبتر بود، چون که او با 3 گل دسته خش توانست سهم گذارد. ولی انسو میو هم همچنین یک گل یک پاسی گل‌آور هم گل زدن پاس گل باشد داشت و اون گلایی که هم دستش زد در اونها پاسی همونه که میگیم پاسی پیش از پاس گل باشد اونها رو انجام داد.
از روی شماره عملای نتیجهش البته این دو نماینده که شتوتگارت شما نامبر کردین برتری دارند، ولیکن ببینید شتوتگارت باز هم ضد یانگ بویز بازی کرد، دسته که در تخانه جدول قرار دارد، ولیکن من فکر میکنم که ببینید وقتی که استون ویلا با اسپارتا پراگ بازی کرد بسیار یک بازی مشکل بود و میتوانیم هرچند که یوری تیلمنز تنها یک اسیست انجام داد، ولیکن کارایی که او در میدان انجام داد برای پیروزی دستش، کارایی که عقب کارای تخریب کاری عموما میشود که این نفر هم اگر جای دیم عموما جای بازیگر لکه جای نمیتیم لکه جای نمیتیم نه برای چی جای نمیتیم واریانت یک واریانت جای دادن نمیتونیم برای که اینجا هر چند زور هم زنیم گپی زیاد هم شود پس تا بلند هم شود واریانت آخر معلوم است که نماینده دسته آرزوها و نماینده خود قلمفور علاقه انتخاب کرده است. بله ما برای چی اومدیم؟ ما اینجا برای ممکن گذراندن وقت باشد. خوب دوستان ارجمند، فوتبالبازان خط دفاع و خط نیم حمایه علاقه انتخاب کرده شدند و اکنون میگذاریم ما به خط حمله و در هجوم همکسبان عزیز آغاز میکنیم از کنار چپ. اینجا انتخاب کردیم وینیسیوس جونیور رو، بازیگر دسته ریال مادرید رو که در همین رقابت در بازی با دسته اتلانتا گل زد و همچنین اسیست خیلی زیبا رو به نامش ثبت کرد. ببینید در خط حمله وابسته به اون پیروزی که دستا کردند واریانت ها وجود داشته میتوانند، لیکن شما که 4-3 انتخاب کردگین سه حمله‌ور میتوانستیم با 4-4-2 را هم انتخاب کنیم، حتی دو حمله‌ور را استفاده میکردم. من میگفتم که اینجا وینیسیوس البته چون هر وقته در پیروزی دسته ریال که در چند بازی اخیر بسیار نیستند سهمی خاصه گذاشت، ولیکن ببینید میشد خودی آنتوان گریزمان را هم در همین هیئت شما جای داد، برای که وابسته به نتیجه ای که او در چی در لالیگا و چی در بازی اخیری خود همین لیگ چمپیون ها دارد بسیار هم نتیجه خوب است. آنتوان گریزمان هست اگر خطا نکنم در نه آنتوان گریزمان نیست در این هیئت نیست. واقعا هم ارزنده بود. من اضافه میکنم به سخنهای ایمونبک که آنتوان گریزمان با نتیجه که اتلتیکو نشون داد آنتوان گریزمان بله ارزنده است. بازی اتلتیکو و سلوان رومان شهر داده بودند. 3-1 او دوبل کرد آنتوان گریزمان در رقابت، ولی اون چیزی که ایمونبک در آغاز برنامه اشاره کرد وابسته به سطح رقیب اگر انتخاب کنیم، البته آنتوان گریزمان با دسته سلوان یک پیشروی است که به گپ پوست دوستا برمیگردد در آخر برنامه اگر باشه وابسته به اون رقیبانی که دسته او داشتند. البته اینجا اگر آنتوان گریزمان همچون حمله‌گر مرکزی بازی کرد در این رقابت، در او و خولیان الوارز هر دو حمله‌گر مرکزی بودند و او باید همچون حمله‌گر مرکزی انتخاب کرد. اگر که با 4-4-2 می‌کردیم میشد. بله و البته وینیسیوس جونیور بازی بر مقابل اتلانتا بود، نمیشد که وینیسیوس جونیور رو اینجا نمانیم چون که بازیگر مسکو هم گل مهم زد هم پاس گل بخشوی مهم داد. خب بعداً باز میگوییم سری حمله‌گر مرکزی و بعداً میگوییم چرا آنتوان گریزمان انتخاب کردن شد و او قربان گردید، چون که در خط حمله مرکز ما انتخاب کردیم فران تورس رو، بازیگری دسته بارسلونا رو که در رقابت با بروسیا دورتموند دوبل کرد. یعنی دوبل با دروازه بروسیا دورتموند در سیگنال دونا پارک بهتر است یا دوبل با دروازه سلوان در واندا متروپولیتان. اکنون در موقع مثلا فران تورس مثلا دستنورس میموند، دستنورس هست، اما گپ سر اون است که فران تورس در قسم دوم برآمد و تو پسی تایور او با دروازه دسته حریف زد. حتی فلیک هم انتظار نبود که وقت‌های آخر بسیار گپ بسیار بود که میتوانند تابستان زمستان تا او را به یگان دسته. من فکر کنم خود فران تورس هم انتظار نبود. اما نقش لامین یامال ببینید در پسی که به فران تورس داد چگونه حشمتی خیلی زیاد دارد، حتی زیباتر از گل فران تورس وقتی لامین یامال توپ رو از میون چند نفر است. اینجا گپ در سر حمله‌وران میراد. نه گپ درباره اون است که نتیجه آورد، عملگری که غلبه آورد. بله واقعا هم ارزشمند بود به خاطر اون که بروسیا دورتموند میتوانست پیروز شود، میتوانست مقابل بارسلونا. برای مثال سرو گراسی هم دوبل کرد ولی دسته او مغلوب شد و نمیتونه در اینجا. بله لیکن اگر مثال بازی با نتیجه مساوی جنبست میشد و فران تورس می ایستاد و مثلا گراسی نمی ایستاد، این ناعدالتی هم بود چون که گراسی از فران تورس ده هزار اگر مساوی میشد آنتوان گریزمان رو میموندیم چون که دسته او غلبه کرد، این دو نفر مساوی کرد. بله و از همین لحاظ البته آنتوان گریزمان قربان کرده شد چون که فران تورس هم دوبل کرد ولی به دروازه بروسیا دورتموند در سفر و آنتوان گریزمان که دوبل کرد ولی در بازی با سلوان و در میدان خانگی خود که مهمیت اون غلبه البته برابر با این غلبه است چون در لیگ چمپیون است، ولی اینجا سطح رقیب هم گویم که
باید به نظر گرفته شود. و بازیگر دیگری که ما انتخاب کردیم در خط هجوم از کنار راست بازیگر دسته آرسنال رو انتخاب کردیم. آرسنال بر مقابل موناکو بازی کرد. بوکایو ساکا فوتبالباز جوان دسته آرسنال اکنون موقع خود را در هیئت رمزی ما میگیرد. بله واقعا هم ارزنده بازی کرد در برابر او کای هاورتس هم بسیار خوب بازی کرد ولی آرسنال در میدان خود ببینید هیچ شانس نداد با تیم موناکو اگر خطا نکنم در 8 گانه بهترین ها هست. این پیروزی بسیار ارزشمند هم هست که نقش بارسلونا شکست داده بود موناکو در همین در میدان موناکو بود این بازی. بله فکر میکنم ارزنده هم است موقع گرفتن بوکایو ساکا در هیئت رمزی در بازی با موناکو. او نه تنها در همین هیئت جای دارد، او حتی بهترین بازیگر هفته انتخاب شد در دور ششم. و اگر ما او را از مد نظر گیریم عموما دیگر مخلصان در جایی که بینن تمام جنگ و جنجال. شما فوتبال را نمیفهمید. فوتبال را نمیفهمید، نه والیبال را نمیفهمید. خب انتخاب کردیم اکنون 11 نفری که هستند وابسته به هر یک موقع بحث کردیم و بعضی بازیگرانی بودند که میتونستند جا نگیرند و اونها رو ما اینجا هم نمونیم. بازیگرانی که شما گفتید شاید ارزنده تر بودند ولی در نهایت هیئت به طور ذیل است. الیسون بیکر دروازه‌بان، اشرف حکیمی، پر کالیولیو، گاتی و نونو مندش فوتبالبازان خط دفاع هستند. مایکل اولیس، جود بلینگهم و انسو میو فوتبالبازانی که در خط نیم حمایت قرار دارند. بوکایو ساکا، فران تورس و وینیسیوس جونیور اینا فوتبالبازانی هستند که در خط حمله جا میگیرند. کلیان امباپه، آنتوان گریزمان و دوشان ولاخوویچ فوتبالبازانی هستند که ما آنها رو در هیئت ذخیره جا دادیم وابسته به اون نتیجه که این بازیگران در حمله نشان دادن و همچنین سرمربی برای همین دسته انتخاب کردیم کارلو آنچلوتی رو به خاطر اونه که آنچلوتی دسته رو شکست داد که در لیگ چمپیون ها گل سر نداده بود. تا همین دو اونها صدرنشین جدول سری آ ایتالیا هستند و در یک حالت دشوار وابسته به هیئتی که ریال مادرید دارد اومده کارلو آنچلوتی توانست بر جامپیرو گاسپرینی از نگاه تاکتیکی غلبه به دست آورد. یک پرتنز دارم مقاله چرا در هیئت ذخیره هم سه حمله‌ور یگان دفاعگر میشد یگان نیم حمایتگر اقلا میشد. بله نیاز پیدا میشد البته در بازی خیالی که میشود این زید نهایت دل خود است. شاید 11 بازیگری که باز ارزنده بودند در هیئت رمزی شد. 4-5 از هر موقع میشد. میشد که خود ارنستاد را چون یاوری آنچلوتی در تک جای کرده. بله این پیشنهاد با مؤلف برنامه در برنامه بعدی نمیگذرد این پیشنهاد. در برنامه بعدی شد در چندین نشر تکرار میشود. این معرف دعوت میکند پرسیدن میگیرد لیکن خلاصه معین است پیش کی. بله خوب امباپه، گریزمان و ولاخوویچ البته هر سه این بازیگران در این دور به زدن گل دست یافتند. هم امباپه توانست الکی در دقیقه دوم به دروازه آتالانتا گل زند، گریزمان دوبل کرد و ولاخوویچ به دروازه منچستر سیتی گل زد. یعنی اینجا بازیگران انتخاب کرده شدند که گویم ما اونها رو درست و ساده فهمیده میتوانیم برای چی انتخاب کرده شدن در همین هیئت، چون به بینندگان هم از آن نفران بسیارتر نزدیک و شناس هستند که خود را از نگاه بازی در خط حمله خوبتر و بهتر نشان دادند. خوب من تشکر میگم به شما برای اشتراک در برنامه دسته ارزها، برای پیشنهاد کردن اندیشه های جالب و بازیگران ارزنده که میتونستند در هیئت جای خود را پیدا بنمایند. دوستان ارجمند من خاطررسانی میکنم که در برنامه دسته ارزها همراه با من قرار داشتن ایمانبک شادیبکزاد و بابا خولمرزاده همکسبان من. تشکر به شما و در همینجا برنامه دسته ارزها به انجام میرسد. تا برنامه نوبتی خیر خوش میکنیم. خیر، تنسیت و خانواد باشید.